سلام باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان امیدوارم سوز هستین، خوب هستین. الحمدلله. استاد جان شما رو از برای الله دوست می‌داریم. سوال داشتم. همین ما کرانوف که استاد جان کرانوی башняй ساختمان‌ها داکو مقصد ما همی یا خیلی وقت استاد جان بیکار میشیم دام بالا کرانوی ما بلندن استاد حالت‌های میشه که بیکار میمونیم خوابمون میبره میخیزیم که اوجه شیطان فریمون که اگه جنوب شدگیم استاد جان او حالت دا چخه کنیم مسئله نماز. احبك الله الذي احببتنا من اجله. مسئله نماز اگر رفت و به شما جنابت رسیده باشد باید غسل کنید و نماز را در وقتش خوانید. اگر در همون اطراف ها آب نباشد یا آب هست و آبی گرم یافته نشود، در این حالت یعنی شریعت برای تیمم اجازه داده است، لیکن به شرطی که جستجو کنید. حتی من کتاب‌های فقهی میگوید که تا آخری وقت منتظر شود یا جستجو کند. یعنی مثلا ساعتی 6 به اذان بامداد باشد، 6:45 به آفتاب میبرد یا 7:45 به 1 ساعت و 45 منوت است. یعنی که در حال نماز تیمم کرده نمیخوانید، میفروید ماشین که رفته آبی گرم یافته میبید یا یگان جاده حمام باشد در آمده غسل کرده آمده، نه که همین شرایط نباشد و انیق دانید که در همین اطراف نیست، آبی گرم نیست، کابید هم نمییابید، در این حالت تیمم کردن اجازت است. والله تعالی اعلم. جزاک الله خیرم استاد جان. ایاکم سلامت سلام.